سلام. فوم شستشو رو با توجه به نوع پوستمون انتخاب میکنیم. کما این که گاهی اوقات با فیشال منظمی که داریم و روتین خوبی که داریم، یعنی هومیوزمون خوب رعایت میکنیم، ممکنه که در واقع چربی پوستمون به حدی کنترل بشه که مجبور بشیم شویندمون رو عوض کنیم. یعنی به طور کلی با توجه به فاکتورهایی که ما توی هیستوریامون ازتون میگیریم و متوجه میشیم که نوع پوستتون چیه، فوم شستشوتون با هم متفاوته و فرق داره. ترجیح من اینه که یه تایمی بذارید برای مشاوره بیاید. مشاورمونم رایگانه، همه روزه است و توی این تایم من با پوستتون آشنا میشم، بهتون شوینده مناسب پوستتون رو میدم.